عزیزان، کلمات مختصری را در مورد تهجد دارم امروز. الله در مورد این انسانهایی که شبها همه خوابند و آنها بیدار می شوند و در مقابل رب العالمین ایستاد می شوند چی می فرمایند؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا. در نیمه های شب بسترهای گرمشان را رها می کنند و پروردگارشان را با ترس و امید می خوانند. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا یعملون. پس هیچ کسی نمیداند از آنچه که برایشان پنهان شده است برای این انسانها از اجر و پاداش، چیزهایی که مایه روشنی چشمه هاست تا پاداشی باشد در برابر کارهایی را که انجام داده اند. حضرت عطا بن ابی رواح می فرمایند ان الرجل اذا قام من الليل متهجدا، یک نفر وقتی که برای تهجد شب بیدار می شود، اصبح فرحا، صبح بسیار با خوشحالی بیدار می شود. اما اذا نام اصبح حزینا، اگر خواب برود و شب را بیدار نشود، منکسر القلب کانه فقد شیئا، قلبش شکسته است گویا که چیزی را گم کرده است. الله سبحانه و تعالی به اهل تهجد جمال خاصی داده است، زیبایی خاصی داده است. الله از جمال خود به آنها داده است. الله سبحانه و تعالی چی می فرمایند؟ سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، علامت نشانی در چهرهایشان از اثر سجده دیده می شود. بعضی ها نوشته کردند که در گذشته بعضی از زنها به کثرت نماز تهجد می خواندند. نماز تهجد از بعضی از زنها قضا نمی شد. کسی پرسان کرد که چطور شما نماز تهجد زن قضا نمی شود؟ آنها گفتن انها تحسن الوجه و انا احب ان یحسن وجهی. چرا که نماز تهجد چهره را زیبا می کند و ما دوست داریم که چهره های ما زیبا باشد. حضرت سعید بن مسیب رحمه الله می فرمایند ان الرجل لیصلی باللیل فیجعل الله فی وجهه نورا یحبه علیه کل مسلم. یک نفر شب بیدار می شود و نماز تهجد می خواند، الله در چهره آن نوری را می ماند که هر مسلمانی او را وقتی که می بیند دوست دارد. وقتی که از حسن بصری رحمه الله پرسان شد لماذا المتهجدون احسن الناس وجوها، چرا چهره های کسانی که تهجد می خوانند زیباست؟ فرمود لانهم خلوا بالرحمن فالبسهم الله نورا من نوره. آنها با الله الرحمن خلوت کردن، الله هم پوشانید نوری از نوری خودش را بر آنها. الله در قرآن چی می‌فرماید؟ وجوه یومئذ مسفره، در آن روز چهره‌های درخشانی است. در کدام روز؟ روز قیامت. ابن عباس میگوید مسفره من قیام اللیل، این چهره‌هایشان درخشانند از نماز تهجد، از اینکه شبها بیدار میشدن برای نماز تهجد. به این خاطر چهره‌های اینها زیباست. وقتی مردم نور چهره وکیع بن جراح را رحمه الله را میدیدن میگفتن ما هذا بشرا این هذا الا ملک کریم، این بشر نیست، این فرشته زیباست. او اهل تهجد بود. از همه اینها بزرگتر و زیباتر در حسن و جمال پیامبر من صلی الله علیه و سلم بوده است. صحابی میگوید در یک شب مهتاب را نگاه میکردم و چهره رسول الله را، مهتاب را نگاه میکردم و چهره رسول الله را، مهتاب را نگاه میکردم و چهره رسول الله را. دیدم که چهره رسول الله از مهتاب زیباتر بود، چون در مهتاب لکه های دیده میشد، اما در چهره محمد رسول الله هیچ لکه دیده نمیشد. سبحان الله. وقتی که میخندید چهره مبارک رسول خدا زیباتر میشد. ما هرچند الله را به خاطر این عبادت نمی کنیم که چهره های ما را زیبا بکند، بلکه ما نماز تهجد را باید به این خاطر بخوانیم که الله راضی می شود، الله خوشحال می شود، رضایت رب العالمین به دست می آید. اما فضائل دیگر خود به خود به دست می آید، چهره هم زیبا می شود، الله در زندگی هم برکت می اندازد. وقتی که برای داود طائی کنیزش جایش را برایش می انداخت، بعد بر بالای جایش دست می کشید، می گفت چه جای نرم استی، چه توشک نرم استی و گرم، اما والله که سر خود را بر بالای تو نمی مانم، والله که در مقابل پروردگاری ایستاد می شوم که مرا وعده داده است که تو را به بهشتی میبرم که تمام سختی ها را فراموش میکنید. یکی از صالحین کوزه آب را با خود گرفته داخل اتاق میرفت، دروازه را بسته میکرد و بعد تا صبح عبادت میکرد و گریه میکرد. طفل خردسالی داشت
وقتی که به گریه پدرش او بیدار میشد به خاطر گریه پدرش گریه میکرد. صبح که میشد کوزه آب را میگرفت و روی خود میشست، چون چشمایش از گریه زیاد ورم کرده بود، پندیده شده بود. میخواست که پنهان بکند که عمل شب خود را، که کسی فکر نکند که فلانی شبها را گریه کرده است، فلانی شبها را بیدار بوده است. دن شب مطالعه میکردم، انسانهایی که اهل تهجدن مشکلاتشان کم است، نیازمندی هایشان کم است، مصیبت هایشان کم است، عجیب آرامش دارند، عجیب احساس خوشحالی میکنند. شاید با خود بگوییم که بسیاری ها را ما دیدیم نماز تهجد هم میخوانند، اما بازم میبینیم که مشکلات زیادی دارند. صحیح است، مشکلات زیادی دارند، ولی در مقابل قلب آرام دارند، تشویش ندارند. هر چی که از جانب دوست آید خوش آید.